أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و شنوندگان و بینندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بیدون از علم سرف 11 درس گرفتیم و حالا باشد درس 12 را به سمع شما خواهم رسانید. کتاب بیدون درس 12. درس امروزه ما و شما درباره اسم مفعول هست، یعنی که موضوع درس ما و شما اسم مفعول هست. پس اسم مفعول همگی 6 صیغه دارد و بس، به مثل اسم فاعل. چطوره که اسم فاعل 6 صیغه داشت و بس، اسم مفعول هم همچنین هست، 6 صیغه دارد و بس. همچنین ناگفته نماند که اسمها معلوم و مجهول نمی شوند، فقط فعل هست که معلوم و مجهول می شود، اما اسم معلوم و مجهول ندارد، فقط 6 صیغه دارد و بس. اکنون می بینیم که صاحب کتاب درباره اسم مفعول برای ما و شما چه معلوماتی می دهد. اولا قاعده را می گوید، چطوری که شما می بینید صفحه 28. در صفحه 28 صاحب کتاب برای ما و شما می گوید اسم مفعول: اسم مفعول از سلوسی مجرد بر وزن مفعولون می آید، همچون مضروبون. درس گذشته ما و شما این معلومات داده بودیم که در زبان عربی همگی 22 باب است. این 22 باب به 3 قسم، به 4 قسم تقسیم می شود. یکمش 6 باب است، دومش 12 باب است و سومش 1 باب و چهارمش 3 باب است و بس. ببینید این را میگویند باب 6 باب سلوسی مجرد، 12 باب سلوسی مزید، 1 باب رباعی مجرد، 3 باب رباعی مزید. اینها 22 باب صرفی هستند. پس اکنون حالا اولا ما و شما درباره 6 باب اول میگیریم و بس، که چطور از این 6 باب اول از باب سلوسی مجرد اسم مفعول رو میگیریم. میگوید که اسم مفعول از این 6 باب بر وزن مفعولون می آید. ببینید مفعولون. اکنون شما دقت بتید، در اینجا وزن ما و شما، یعنی ترازوی ما و شما، یکم این حرف است، دوم حرف عین هست، سوم حرف چی است؟ ف. ف و عین و لام گفته بودیم اینها چی هستند؟ اینها ترازو هستند. اما حرف واو و حرف میم از همون حرفایی که نوشته بودیم که سألتمونیها، از آن همون سألتمونیها است. پس اینها حرفای زیادتی است که ما کلمه را میخوایم اسم مفعول بکنیم، پس به آن همین وزن میکنیم. مثلا مثال میخوایم که کلمه ضربه را ببینید، ضرب و قاتل و همچنین ناصر، همین ها را میخوایم که اسم مفعول کنیم. چیکارش میکنیم؟ اولا وزن های اینها چی بود؟ ف و عین و لام. فعل. همه وزن های اینها چی هستند؟ ف و عین و لام، یعنی که اینها 3 حرفه که هستند، ف و عین و لام ترازو است و بس. اکنون دقت بتید، شما ما میخوایم که ضربه را اسم مفعول بکنیم. چی کارش میکنیم؟ اولا در اولش ببینید یک میمی فتحه دار میمونیم، میمی فتحه دار یعنی که فتحه. بعد از میم نگاه میکنیم، ف اولین حرف کلمه است، اولین حرف کلمه رو می نویسیم. بعد از این نگاه میکنیم حرف ر است، حرف ر رو می نویسیم. بعد از حرف ر اینجا ببین ف و عین هر اینها رو نوشتیم. نگاه میکنیم واو زیادی دارد، پس ما اون واو می نویسیم.
بعد لام آخر کلمه ببینید حرف ب که هست در آخر می آید. دیدید حرکت به مثل همین میمونیم. میم فتحش موندیم. ف صاد کلمه ساکن است. عین کلمه حرف ر ضمه دارد. واو ساکن است. لام دو ب دو ضمه دارد. چی شد؟ مد. ببینید مضروبون. اکنون مضروبون اسم مفعول ضربه شد. قتله را بگیم چی میگیم؟ مقتولون. اکنون نصره را چی میگیم؟ منصورون. دیدید؟ نگاه کنید همه بر همه وزن هست. پس ما این 6 باب رو میخواهیم اسم مفعولش رو بگیریم، بر وزن مفعولون میگیریم. چی طوری که شما دیدید همین طور کار میکنیم، میشود چی؟ اسم مفعول. پس اینها هستند اسم مفعول از 6 باب سلوسی مجرد. بیاید یک بار دیگر از کتاب میخونیم. صاحب کتاب چی میگه؟ میگه اسم مفعول از سلوسی مجرد، یعنی که از این 6 باب بر وزن مفعولون می آید، همچون مضروبون و مقتولون. چه نویسه که منصورون، مفتوحون. هر کلمه که باشد ثلاثی مجرد برای همین وزن ما اسم مفعولش را میگیریم، میشود اسم مفعول. پس این بود 6 باب ثلاثی مجرد. اکنون میگذاریم این را اولا از بین ببریم، این دیگه برای ما لازم نیست. این را حتما شما نوشته بگیرید، زیرا اینکه این بسیار مسئله مهم است، یعنی کار کردن اسم مفعول از 6 باب ثلاثی مجرد. اکنون میخواهیم که این 6 باب به آخر رسید. اکنون میخواهیم که از باقی مانده بابها اسم مفعول را بگیریم. ببینید این بابها همه‌شان یک نمود اسم مفعول گرفته می شود. این 6 تا بالا در اسم فاعل هم خیلی فرق کرده بود، در اسم مفعول هم به مثل همون است که فرق میکند. اکنون چی می شود؟ میگه که و از غیر ثلاثی مجرد، یعنی این 6 تا ثلاثی مجرد، اینها غیر ثلاثی مجرد، یعنی که از باقی مانده بابها، از 16 باب باقی مانده. میگه که و از غیر ثلاثی مجرد بر وزن فعل مضارع مجهول می آید. اکنون فعل مضارع را ما می نویسیم، باز بالا اون مجهولش میکنیم. مثلا دحرج یدحرج. ببینید یدح. اگر که ما یدحری بگیم اگر فعل معلوم میشود، مضارع معلوم. لیکن ما یدحر میگیم، برای مجهولش میکنیم. ما شما مجهول کردن خوندیم که ما قبل آخر رفت حرف مضارعت رو دم میکنیم. حرف مضارعت دم که است به حال خودش میایستد، ما قبل آخر رو فتح میکنیم. مثلا یتدحرج. ببینید اگر ما بگیم یا معلوم است، لیکن ما در مجهول در کار است، میگیم یو حرف مضارعت رو دم میکنیم. یتدحرج بود، آخرش ما قبل آخر فتح که بود به حال خودش میستد، این را فقط ما دم میکنیم، خلاص میشود مجهول. یتدحرج. مثلا باب 7 رو می نویسیم از این 12 تا. این از این بابی ثلاثی مجرد بود، این از این 3 بابی از همین یکی از 3 باب ها بود، یعنی باب 20 میگن این را. این باب 19، این باب 20. اکنون باب 7 رو می نویسیم. مثلا ببینید اگر یک ریمو بگیم فعل معلوم می شود، نه که مدام مجهول در کار. از این که صاحب کتاب گفت که از غیر ثلاثی مجرد بر وزن فعل مضارع مجهول ماده در کار. یکرمو. و بعد از این ببینید یستخرجو. فعل مضارع معلومه، ما را باید مجهول کنیم. چیکار میکنیم؟ ما قبل آخر رو فتح میکنیم و حرف مضارعت رو دم میکنیم، میشود فعل مضارع مجهول. یستخرجو. اکنون ما میخوایم که از همین 4 تا فعل های مضارع مجهول اسم مفعول بگیریم. بر وزن مضروبون، بر وزن مفعولون اینها نمی آید. مفعولون فقط همین 6 باب میاد و بس. این باقی مانده هاشون اکنون دقت بدید که چیکارش میکنیم. صاحب کتاب میگوید که
و از غیر سلوسی مجرد بر وزن فعل مضارع مجهول می آید با آوردن میمی مضمومه. چرا که در اسم فاعل گفته بودیم نه میمی مضمومه. ببینید در اولشون اول میمی مضمومه میاریم، میمی مضمومه و همچنین میمی مضمومه و همچنین میمی مضمومه. دیدید میمها را چیکار میکنیم؟ ضمه میتیم. مو ببینید میم های مضمومه میاریم. یکم بجای حرف مضارعت. الان حرف مضارعت رو قطعی حرکتش از بین میبریم دیگه. حرف مضارعت ما در کار نیست، زیرا اینکه ما میخوایم که اسمی مفعول بگیریم. حرف مضارعت رو از بین بردیم. دقت بدید حرف مضارعت رو از بین که میبریم پس اینها رو باز میچسبونیم به حرفای بعدیش. ببینید و اینها چیکارش میکنیم؟ میچسبونیمش، زیرا اینکه این حرفی میچسبیدگی است. چی شد؟ مدحرج، متدحرج، مکرم و مستخرج. اکنون دقت بدید چی میگه؟ به حرف مضارعت و به فتح ما قبل آخر. ما قبل آخر کدام است؟ حرف ر، حرف ر، حرف ر، حرف ر، همش حرف ر شد ما قبل آخر. پس اینها اگر که کسره باشد فتحه میکنیم، اگر کسره باشد فتحه میکنیم، کسره باشد فتحه. لیکن ما مجهول که کردیم خودش ما فتحهش کردیم، ببینید مفتوحش کردیم، پس آخرش به حال خودش می ایستاد. انا همین طور فقط اینجا در تنوین میتیم میشود اسم چی؟ اسم مفعول. چی شده که متدحرجون، مدحرجون، متدحرجون، مکرمون، مستخرجون. انا همین را میگن اسم مفعول. اکنون دیدید چی کار کردیم؟ فقط یک کار کردیم، میمی مضمومه را آوردیم، حرف مضارعت را از بین گرفتیم، خلاص شد اسم مفعول. زیرا که ما قبل آخر خودش چی بود؟ فتحه بود. ما قبل آخر خودش فتحه بود. اگر فتحه نباشد فتحش میکنیم. همچنین در اینجا یک نازکی دیگر من برای شما بگویم، درس گذشته همچنین تکرار میشود. اگر حاضر ما حرف ر را کسره کنیم، فقط یک کسره، ما قبل آخر را، ما قبل آخر را مدحرجون بگیم اسم فاعل، متدحرجون بگیم اسم فاعل میشود، مکرمون اسم فاعل، مستخرجون اسم فاعل. ببین حرکت کسره موندی اسم فاعل شد، حرکت فتحه موندی اگر اسم مفعول میشود. نازکی زبان عربی را بین، یک حرکت برعکس من معنا را دیگر میکند. مثلا بگوی که مکرمون یک انسانی حرمت کننده، اگر بگوی مکرمون یک انسانی حرمت دیده، کسی که دیگرها حرمتش کردن. یا مدحرجون یک آدم غلطاننده، اگر مدحرجون بگوی یک آدم غلطیدگی. فرقیت رو بینید، غلطاننده و غلطیدگی، افتیدگی. یا متدحرجون یک انسان همچنین جر کردگی و غلطیدگی. لیکن مستخرجون یک آدمی که طلبی برآمدن میکند، مستخرجون یک آدمی که طلبی برآمدن کرده شدگی است. فرقیت معنا را دقت بدید. از این حساب است که زبان عربی به یک حرکت میتواند که معنا را دیگر بکند، یک حرکت میتواند معنا را دیگر بکند. اکنون باز یک بار دیگر این قاعده را میخونیم. میگه و از غیر سلوسی مجرد، از این باب های باقی مونده، از غیر سلوسی مجرد بر وزن فعل مضارع مجهول، چطور که شما دیدید فعل مضارع مجهول می آید با آوردن میم مضمومه. در اولشون میم مضمومه میاریم، با جای حرف مضارعت، حرف مضارعت از بین میبریم، حرف مضارعت رو از بین میبریم و با فتح ما قبل آخر، اگر ما قبل آخرش دیگه حرکت باشه فتحش میمونیم. اینها چون فتح که بود به حال خودشون ایستاد. همچون مکرمون، ببینید مکرمون اسم مفعول. همچون مدحرجون اسم چی است؟ اسم مفعول. مکرمون مدحرجون اسم چی است؟ مفعول. اگر گفتیم مکرمون مدحرجون بگیم اگر میشود اسم فاعل. خب اکنون صاحب کتاب برای ما و شما در توضیح میدهد، میگه اسم مفعول بر 6 صیغه می آید. اکنون دقت بدید، میگه که اسم مفعول همگی 6 صیغه دارد. ببینید 1 2 3 4 5 6 تا 6 صیغه دارد و بس. این نوشتگیمون از بین ببریم. ببینید اسم مفعول همگی چند صیغه دارد؟ 6 صیغه دارد. اسم مفعول همگی 6 صیغه دارد. چرا که شما دیده استودید. اکنون میگه اسم مفعول بر 6 صیغه می آید. 3 مذکر را بود،
سه مؤنث رو بود، مثل اسم فاعل، سه تاش مذکر، سه تاش مؤنث. اون سه که مذکر رو بود، اکنون سه تا که برای مذکر هست، سه تا بالا رو توضیح می‌دهد. میگه مضروبون، یک مرد زده شده. مضروبون، یک مرد زده شده. با اصطلاح جوانی و بگیم مردمی بگیم اگر یک آدمی شته خوردگی، یا آدمی شته خوردگی. مضروبون، یک آدمی چی؟ یک مردی زده شده. صیغه واحد مذکر اسم چی؟ مفعول، یک مرد. خب مضروبانی و مثل اسم فاعل داشت که الف و نون همراه میکردیم دو کس میشد، در این جمع همون طور است. الف و نون همراه میکنیم میشود دو کس. مضروبانی، دو مردی زده شده. صیغه تثنیه مذکر اسم مفعول. مضروبون، چطور که اسم فاعل همین کارا میکردیم و اونو همراه میکردیم میشه جمع. پس مضروبون، همه مردان زده شده. صیغه جمع مذکر اسم مفعول. صیغه جمع مذکر اسم مفعول. پس این سه تا اسم چی بود؟ اسم مفعول برای مذکر. اکنون میگه که اون سه که مؤنث رو بود، اکنون سه تا برای کی است؟ برای مؤنث است، برای زن. اون سه که مؤنث رو بود، مضروبتون، ببینید مضروبتون، یک زن زده شده. صیغه واحده مؤنث اسم مفعول. یک زن زده شده، صیغه واحده اسم مفعول. مضروبتانی و مثل این بالاگی فقط یک ت دارد، برای زنانه است. مضروبتانی، دو زن زده شده. صیغه تثنیه مؤنث اسم مفعول. مضروباتون، الف و ت جمع مؤنث، جمع زنها. مضروباتون، زنهای، همه زنانی زده شده. صیغه جمع مؤنث اسم مفعول. اکنون به همین 6 صیغه اسم مفعول به آخر رسید. این را میگن 6 صیغه اسم مفعول. اکنون در اینجا ما میتونیم که وزنهای این صیغه ها را بنویسیم. ببین مضروب بر وزن چیه؟ ترازو ده. اکنون برای کشیدن میگه مضروب بر وزن مفعول. بر وزن چی است؟ مفعول. مضروبانی، مفعولانی، مفعولانی. مضروبون بر وزن مفعولون، مفعولون. مضروبتون بر وزن مفعولتون، مفعولتون. مفعولتا، مفعولتانی، مفعولاتون. دیدید اینها چه هستن؟ اکنون ترازو. اکنون اینها ترازو. همین اسم مفعول را ما وزنهاش کشیدیم. هر یک کدامش ببینید این وزن هست، این ترازو است. حرفاشون حساب کنین یک خیل است، حرکتاشون ببینید همش یک خیل است. یگان فرقیت بین حرکت بین حرکتاشون یگان فرقیت نیست. فقط ف و عین و لام اصل باب است و اینها حرفای زیادتی هست تا اینجا که حرف میم و واو که در اون 10 حرف زیادتی این حرف میم و واو هست. سألتمونیها گفته بودیم، در اون این حرف رو پیدا کرده می توانید. پس این هست اسم مفعول. پس اسم مفعول رو ما میگیم یک جای اگر همش رو بگیم میگیم مضروبون، مضروبتان، مضروباتون، مضروبون، مضروبان، مضروبون، مضروبتون، مضروبتان، مضروباتون. دقت بدید. اکنون قتله را بگیم اگر میگیم مقتولون، مقتولان، مقتولون، مقتولتون، مقتولتان، مقتولاتون. نصره را بگیم اگر میگیم منصورون، منصورانی، منصورون، منصورتون، منصورتان، منصوراتون. اینها از بابهای سلوسی مجرد بود. از غیر سلوسی مجرد رو چطور میگوییم؟ مثلا استخرجه باب 15 اسم مفعولش چی میشود؟ مستخرجون. میگیم مستخرجون، مستخرجانی، الف و نون همراه میکنیم. مستخرجون، واو و نون همراه میکنیم. مستخرجون،
مستخرجتون تیر همراه میکنیم، مستخرجتانی، مستخرجتون. دیدید این از غیر سلوسی مجرد. دهرجه یدهرجو اسم مفعول میشه مدهرجون، مدهرجون، مدهرجان، مدهرجون، مدهرجتون، مدهرجتان، مدهرجاتون. یا مکرمون، مکرمون اسم مفعول، مکرمون اسم فاعل. اسم مفعول رو میگیم مکرمون، مکرمانی، مکرمون، مکرمتون، مکرمتان، مکرماتون. پس این بود اسم مفعول و طریقه صرف کردنش و این را بسیار میگوید تا اینکه در ذهنهاتون بشیند این الفاظ و زبانهاتون عادت بکند به گفتن این لفظ ها. پس این بود درس امروزه ما و شما، درس 12 اسم مفعول. با همین اسم مفعول را به پایان رسانیدیم. بعد از این فعل جهد می آید. درس آینده ان شاء الله فعل جهد را خواهیم گرفت که فعل جهد چی است و چه صیغه ها دارد و چه تغییرات. ان شاء الله درس آینده درس 13 شما خواهید دید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.